یکی از مواردی که ما خیلی مراجعه داریم براش سیاهی زیر چشم هستش که علل متفاوتی داره. شایع‌ترین علتش ژنتیکی هست و از سایر علت‌های دیگه که میتونیم برای سیاهی زیر چشم عنوان کنیم بیخوابی، خستگی، کاهش وزن، کمخونی. تو خانم‌ها موقع عادت ماهیانه ممکنه که تشدید بشه، ولی خب 80 تا 90% علت ژنتیکی هست. درمان‌های متفاوتی هم براش وجود داره، ولی درمانی که باعث بشه 100% خوب بشه نیست. در حد مثلا 20% 30% ممکنه که ما با استفاده از درمان‌های مثل PRP، مزو، نانوفت و در واقع حالا گاهی اوقات تزریق فیلر به خاطر اینکه عمق رو کم میکنه باعث بهتر شدن این حالت بشیم. یکی از درمان‌های خیلی خوب برای در واقع سیاهی زیر چشم که جدیدا ما اون رو تزریق بکنیم و نتایج خیلی خوبی گرفتیم مسوپپتیدها هستن که بتونیم نتایج خیلی خوبی رو با تعداد دفعات تزریق کم ازشون بگیریم.